این to be که میگن یعنی چه؟ to be به معنای بودن هستش، ولی برخلاف فارسی انگلیسی بدون to be جمله نمیسازه. مثل من خوشحال هستم، توی فارسی هستم میتونه حذف بشه، من خوشحالم، ولی توی انگلیسی نمیتونیم بگیم I happy و حتما باید بگیم I am happy. خب شکلای to be به چه صورت هستش؟ توی زمان حال am، is و are را داریم که همه اینها به معنای هستن هستش و توی گذشته was و were را داریم به معنای بودن و توی آینده هم will be را داریم به معنای خواهد بود. خب برای مثال I با am میاد، مثل I am a teacher، من یک معلم هستم. You، we، they با are میان، مثل you are a student، تو یک دانش آموز هستی. We are students، ما دانش آموز هستیم. They are students، آنها دانش آموز هستند. و he، she، it به علاوه is میشن، یعنی با is میان، مثل he is a worker، او یک کارگر است، منظور مرد هست. She is a nurse، او یک پرستار است، منظور زن هستش. It is a cat، او یک گربه است، منظور اشیا یا حیوانات هستش. و توی گذشته ما دو دسته داریم، اونایی که مفردن، اونایی که جمع هستن. مفردا همشون با واز میان، مثل I، he، she، it. مثل I was sick، من مریض بودم. و اونایی که جمع هستن مثل you، we، they با were میان، مثل you were home، شما منزل بودید. و توی آینده هم ما فقط یک ساختار داریم و همین will be تکرار میشه. برای مثال we will be powerful tomorrow، ما فردا قوی خواهیم بود.